از همه شما دعوت میکنم اگر لیوان آب دستتونه بذارید زمین، رادیوتون رو روشن بکنید و برنامه اینجا شب نیست رو بشنوید. یک میهمان بسیار بسیار عزیزم در برنامه امشب هست که حتما تو برنامه حضور پیدا میکنن و با شما مردم خوب ایران صحبت میکنن. این شما و این هم برنامه اینجا شب نیست امشب، تقدیم به همه شما. تو بیا در خانه یارا ساعتی، تازه کنیم جان ما را ساعتی، این حریفان را بخندان لحظه ای، مجلس ما را بیارا ساعتی. شب را به یک دمم چو صبح، بیدرنگ و بیمدارا ساعتی، تازه سینه برزند آن آفتاب، همچو آب از سنگ خورا ساعتی، تا ببیند آسمان در نیم شب خورشید آشکارا ساعتی، تا ببیند آسمان در نیم شب خورشید آشکارا ساعتی. به نام نقاش بال پروانه ها، سلام ای دوستان خوب همیشه همراه شنبه شب‌های ما با اینجا شب نیست. خب برنامه زنده آنلاین و مستقیم اینجا شب نیست در بامداد یک شنبه دوم تیر ماه 1398 در خدمتون هستیم تا 1.5 ساعت آینده. ما را از دست ندید، ما هم شما را از دست نمیدید. خب موضوع گپ و گفت خودمونی این برنامه راستای موفقیت و این قسمت از دست گرفتن از تجربه ها میخوایم صحبت کنیم. و اما آنچه قرار است که در این بامداد بشنوید معرفی مهمان جوان کارآفرین هست به همراه بخش گفتگوی جذاب با علی باقری و نوستالژیک البته در مورد ناگفتنی های هنر دوبلاژ و کلی برنامه‌های شنیدنی. خب اما سوال برنامه، یه تجربه تلخ یا شیرینی که یادتونه همیشه و یادتون مونده و ازش درس گرفتین چیه؟ چه درسی گرفتین؟ به ما هم بگید. و یک سوال همیشگی داریم در دل برنامه که با اون باید تماس بگیرین، به جای دوبلور و صدای دوبله‌ای که دوست دارین یه بخش از فیلم یا انیمیشن رو به هر حال برای ما تلفنی اجرا بفرمایید. و اما راه‌های ارتباطی برنامه، تلفن ما 220 50 952 هست و پیامک همیشگی ما هم 30881. دیوار مخاطبین رادیو جوان در سایت radiojavan.ir هست. اینجا رادیو جوان است.
اما یه خبر ناراحت کننده همین اول برنامه به من دادن که به شما بگم و اونم اینه که این آخرین برنامه اینجا شب نیست در بامداد یک شنبه هست که تقدیم حضورتون میشه. اما یه خبر خوش هم هست که دنبال این باید بهتون بگیم و اونم اینه که از جمعه همین هفته که میاد به مدت یک هفته هر شب اینجا شب نیست داریم. همین تیم برنامه ساز با تابستانه اینجا شب نیست. خب یادتون نره که حتما برنامه هایی که ما در اون هفته به خصوص اون هفته ویژه که هر شب میایم خدمتتون روی آنتن و از پخش رادیو جوان اینجا شب نیست رو اجرا میکنیم رو از دست ندید. پر از برنامه‌های شنیدنی و مهمان‌های عجیب و غریبه. امشب ما را از دست ندین. در ساعت 12 و 8 دقیقه و 51 ثانیه هستیم و تا ساعت 1:30 بامداد هم در خدمتتون هستیم. تلفن برنامه ما 220 5952 و سرویس پیام کوتاه ما 30881. یه تجربه تلخ و شیرین که یادتونه همیشه ازش درس گرفتین و به ما بگین چه درسی گرفتین، چرا، چی بوده. این تیم برنامه ساز که قرار هفته آینده 1 2 3 شب که نه 7 شب هر شب براتون اجرای برنامه بکنه، براتون یه عالمه آرزوهای خوب هم داره. 1 2 3 نه اصلا 20,000 تا آرزوی خوب داره برای همتون. ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا. سوسن با 100 زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و ثنا. سلب اگر سر کشید در قد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک داریم میکده پای ندارن پا. از کرمت من بناز مینگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا. سجده کنم من به جان روی نهم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق پدانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشاگراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چه جاست. بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست. از کرمت من بناز مینگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا. سجده کنم من به جان روی نهم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق پنهانی مرا.
شنیده میشوید. شنیده میشوید با 162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان با روابط عمومی سازمان صدا و سیما، سامانه‌ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما. بپرسید تا شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید. شنیده میشوید 162. خب یه بار دیگه دور هم دیگه جمع شدیم در این بامداد یک شنبه، در واقع شنبه شب، که بگیم آقا اینجا شب نیست، مخصوصا برای اون دسته از عزیزانی شب نیستش که همین الان از سر کار تشریف آوردن خونه، یا اینکه حتی تا صبح کارشون ادامه پیدا میکنه و شبکار هستن. برای این دسته عزیزان هیچ وقت شب نیست. برای همین اینجا داریم داد میکنیم، انرژی میذاریم، بیداد میکنیم، فقط به خاطر میگیم که اینجا شب نیست. خلاصه پرسیده بودیم که یه تجربه تلخ و شیرین که یادتون مونده همیشه و ازش درس گرفتین چیه و اینکه چه درسی گرفتین به ما هم بگین. 2250952 تلفنی هستش که معرفی کردم برای راه ارتباطی تلفنی ما و همینطور 30881 سرویس پیام کوتاه برای پیامک. منتظرم تا ساعت 1:30 هم هستم. آواز سنتی هم پیش استاد عسکری بودم، پیش استاد شاپور رحیمی بودم و تا به الان دیگه. تا روزی که چشم تنگه همه دنیا تو جنگه، اون روزی میاد رهایی که بفهمین از خدایی، کاشکی میمرد این منیت، زنده میشد آدمیت، جای خوبا تو بهشته، آره اینه واقعیت. بچه مدرسه خارج از اون انیمیشنای باحالی بود که جمعه ها میذاش اشکا، جمعه بعد از اون میذاش دیرسی و گالونی. آره گالونی و آره فرانچی. بامداد هر یک شنبه از شروع تا 1:30 بامداد. برای دریافت یا شنیدن این برنامه به سایت radiojavon.ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید. خب عرضم حضورتون که تا دقایقی دیگه ما با یک مهمون خاص و جوان که بسیار کارهای جالبی انجام داده روبرو میشیم و باشون صحبت میکنیم که کارآفرینی هم کرده، اشتغالزایی کرده و در این حال صاحب سبک و سیاق هست در زمینه کاری خودش که بنده هم زیاد توش عالم نیستم و علمی ندارم. میخوایم بیشتر با خودش صحبت بکنیم و جویا بشیم و اینکه زیاد دیگه بیشتر از این بازش نمی‌کنم که لوبره کی هست و راجع به چی میخواد صحبت بکنه. من ترجیح میدم که تا دقایق دیگه با خودش یه چاق سلامتی بکنیم، گپی بزنیم و اون مقوله‌ای که هست و جزو کارش هست رو خودش برای ما موشکافانه هست شکافی بکنه، واکاوی بکنه، بجوره ما هم جویا بشیم ببینیم که اصلا جریان چیه. آقا جریان چی؟ خب 12:16 و 20 ثانیه است. میخوایم که بریم که داشته باشیم ادامه برنامه اینجا شب نیست رو. تو خلوت تاریک شبونه وقت آواز جیرجیرک ها، پچپچه های آسمون ستاره ها، یه دنیا خاطره، یه دنیا خیال میاد سراغ دل تنهای ما. اما اینا هیچ کدوم به ما تعلق نداره که نداره، چرا که اینجا شب نیست. بامداد هر یک شنبه از شروع تا 1:30 بامداد. یه جمع غیر معمول و یه دوره همی پر از شگفتانه، درست همینجا که شب نیست. برای دریافت یا شنیدن این برنامه به سایت radiojavon.ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید. اینجا شب نیست. موج FM ردیف 88 رادیو جوان. خب و اما بریم سر وقت مهمان ارجمند برنامه‌مون که بسیار هم صدا و سیمای خیلی جوانی دارن، چیزی که حالا بنده دارم میبینم چون رادیو شما نمیتونید ببینید، من براتون شرح واقعه رو میگم. عرضم به حضورتون که وارد شدن در داخل استودیو. من ترجیح میدم که خودشون رو بیشتر معرفی بکنن، از سوابقش بگه، اسم فامیلش رو بگه و اینکه از کجا اومده. سلام، وقتت بخیر. سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبای عزیز رادیو جوان که در حال حاضر دارن
توی دقایق بامدادی هستیم تقریبا، دارن رادیو رو گوش میدن. امیدوارم که هر جا هستن سالم و تندرست باشن. سلامت باشین. خواهش میکنم. خب اسم فامیلی از کجا اومدین؟ من علی آذرگون هستم. از بندر بوشهر، متولد همونجا هستم. بله. 26 سال سن دارم که خدا عطا فرمونده تا الان. من فکر کردم 20 سالته، ولی نه 26 سالمه دیگه. خدا خواسته از بلای طبیعی جون سالم بدن. ان دیگه خواهش میکنم. من بعد همجون سالم به در خواهی بود و ما در خدمت هستیم. خب دقیقاً کاری که میکنی که بچه‌ها معرفی کردن، گفتن که مهمانمون کارآفرین هست و در زمینه‌های به قول معروف یه کارکایی کرده که جالب بوده در نوع خودش و خاص بوده، رو برای ما توضیح بده در چه زمینه‌ای. اولا که از بوشهر گفتی اومدی، درسته؟ خب از بوشهر اومدی، اونجا چی کار میکنی، به چه کاری مشغولی و اون کار خاصی که بچه‌ها میگن راجبت اون چی هست؟ درست. من کلن اول حالا اشاره بعد میکنم، بذار همین اولش بگم. بله بفهمی. من خودم این چیز جالبی که هست و کاری هم که انجام میدم هیچ ربطی بهش نداره. من خودم لیسانس شهرسازی دارم. بله. و کاری هم که انجام میدم شاخه‌های معماری دیگه، درسته؟ نه کلا جدا شد. آره ببین زیر شاخه معماری نیست ولی خب شبیشه تو مایه‌اش. آره میدونم. ولی خب کاری که انجام میدم و شغل اصلی من اصلا هیچ ربطی نداره. کلا چیز مجزاست. عرض به حضورتون که من کاری که انجام میدم و شغلی که دارم استریم هست که حالا بخوام به فارسی بگم، لغت فارسیش معنیش میشه پخش زنده بازی ویدیویی. آره پخش زنده بازی ویدیویی میشه روی پلتفرم‌های خاص که حالا سری پلتفرم‌ها هستن، روشون میتونید شما استریم انجام بدین که دیگه این جدیدن به قول معروف مود شده یا که نبوده. ببینین استریم عرض به حضورتون که الان تا اونجایی که من اطلاع دارم توی سایت‌های خارجی مثلا مثل یوتیوب یا مثلا عرض به حضورتون یه سایتی مثلا مثل تویچ حدوداً یه میشه گفت 5-6 سال هست دارن کار میکنن، بلکه هم بیشتر. من 5-6 سال 6-7 سالش خودم اطلاع دارم. ولی خب توی ایران تقریبا نوپای 1 سال و چند ماهه، میشه گفت 1 سال و نیم، نزدیک به 2 سال تقریبا. آره نزدیک به 2 ساله که توی ایران استارت زده شده. خب این دقیقاً چیکار میکنی؟ شما میشینی بازی میکنی و هم شما رو میبینیم هم بازی رو میبینیم. بله. و داستان اینجاست که به همین سادگی نیست. چون خیلی اولش میگن که خب خیلی ساده است، طرف میشینه بازی میکنه چقدر راحت. ولی وقتی مثلا دوستانی بودن قبلش گفتن که چقدر خوبه بازی میکنی، عشق میکنی، گفتم داداش اول بیا تو گوت، بعد مثلا بالفرض یه سیستم خوبی هم داشته یا بعضن بودن رفتن یه سیستمی گرفتن، نشسته شب اول شب دوم زنگ زده حاجی خیلی سخته چیکار میکنی تو؟ میگم بله اینجوری است، هر کاری سختی خودشو داره. به همین سادگی نیست. ولی خب اگر شما عشق به بازی ویدیویی داشته باشین هم لذت توشه و سختی کاری هم که داره براتون قابل تحمله. یعنی 100% یه چیزی که خیلی مهمه و من خیلی تو ذهنم بود که حتما اینو بگم، متاسفانه ما توی دوران تحصیل یه چیزی بود که هم توی خانواده ها باب شده بود، الان هم شاید باب باشه، هم توی دوران تحصیل بهمون میگفتن که زیاد دنبال علاقاتون نرین. چرا؟ میگفتن که حالا مثلا یکی بالفرض به یه چیزی علاقه‌مند میشه، مثلا به عکاسی. درست. میگفت که بابا دنبال یه کار نون آبدار باش، عکاسی کجا مثلا میتونی نون در بیاری. مثال زدم حالا جامعه که عکاسان بهشون بر نخوره، الان که عکاسا اوکی ان. نه هنر کلا دقیقاً که نون نداره. آره ولی الان عرض به حضورتون که حالا من خودم میگم واقعا یه حالتی هست که نباید اینجوری می بود، الان خیلی بهتر شده ولی خب واقعا بد بود. این صحبت ها رو به ما میزدن که حالا مثلا دنبال علیق نرو فلان، و من واقعا اینو میخوام بگم دوستانی که همسن من هستن، اول راه هستن، سنشون کمه، من پیشنهاد من اینه، یعنی حالا به عنوان کسی که حالا من توی راهی قدم گذاشتم که بهش علاقه داشتم
و به حالا من فرض میکنم که میگیم مثلا به یه جایی هم رسیدیم، فقط صرفاً به خاطر این بود که بهش علاقه داشتم. یعنی من دارم میگم که دنبال علاقه هاشون برن. یعنی پیام من اینه، حتما دنبال علاقه هاشون برن ولو اینکه هر چیزی باشه. یعنی من به نظرم اینه شما عاشق جوشکاری هم که باشی مطمئنا یه جوشکار ماهر میشی. درسته. بله اون که قطعا هر رشته‌ای توش علاقه به وجود بیاد و آدم خاص نگاه کنه به اون حرفه، به اون رشته، طبعا موفق هم میشه. اما چیزی که هستش راجع به رشته‌ای که الان خود تو باش روبرویی و توش فکر میکردی که حالا یه بازی ساده است اما الان موفق شدی و تونستی که مدارج ترقی رو طی کنی و به نظر ساده میاد برای سری از دوستان اما ظاهرا خیلی سخته. خب چی جوری توی این مدت کم 1.5 سال توی خودت کشف کردی و در عین حال تونستی که نسبت به بقیه هم که میتونن خیلی راحت بازی کنن و توی شبکه‌های اجتماعی بذارن تونستی که یه سرگردن بری بالاتر؟ این جریان چی جوری بوده؟ یعنی استعداد ذاتی تکنیک میخواد، بعد از قبل خیلی بازی میکردی تا به اینجا میرسیدی، تجربهش چی جوری بوده؟ ببینین عرض به حضورتون که من موقعی که کلا استریم رو شروع کردم داستان این بود که یکی از دوستان به من گفت که آره یه سایتی، یکی از سایت‌های ایرانی آورده استریم رو و میتونی که اونجا حالا پخش زنده انجام بدی. منم خب قبلا دیده بودم سایت های خارجی رو، حالا به خاطر مشکلاتی که حالا توی اینترنت بود قبلا، الان خوب شده، مشکلاتی که بود نمیتونستیم مثلا به سایت های خارجی مراجعه کنیم دیگه. گفتیم خب خیلی خوبه، چقدر عالی، واقعا یه جوری هم هست که مثلا چیزی که همیشه دوست داشتیم ماها بهش میرسیم. استارت کار رو زدیم و اصلا نه بحث درآمدزایی مطرح بود نه بحث هیچ چیز دیگه ای. بحث هیچ چیزی مطرح نبود. داستان این بود که من شروع کردم صرفاً به خاطر اینکه میخواستم بازی که انجام میدم و بقیه ببینن. درسته. 2-3 ماهی گذشت، یه سری مشکلات توی زندگی خودم به وجود اومد که شدیداً خوردم به، بخوام خیلی خودمونی بگم دیگه، خوردیم به پیسی. مشکلات پیش اومد، ولی خب چون یه 2-3 ماهی من دیگه داشتم استریم میکردم، یه خود بچه‌ها جمع شده بودن و واقعا لطف کردن، جمع شده بودن و حمایت میکردن، باعث شد که من اون دورانو بگذرونم. و رو همین حساب کم 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 یه چیزی که توی ذهن من نقش پیدا کرد این بود که به عنوان یه منبع درآمد فرعی، مثلا به عنوان یه شغل دوم یا سوم میشه روش حساب کرد. که وقتی کم 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 من جلوتر اومدم دیدم که نه، اصلا به عنوان شغل اصلی هم میتونی بهش نگاه بکنی. و من دیگه وقتی این تصمیم رو گرفتم که به عنوان شغل اصلی من باشه، قید خیلی چیزا رو زدم، قید خیلی چیزا رو مجبور شدم بزنم، ولی خب از صمیم قلبم راضیم. بسیار عالی. خب یه فاصله از اتاق فرمان به نظرم بگیریم، بریم و بیایم یه خورده‌ای تهنشین بشه توضیحاتی که عزیزمون دادن تا سوال دیگر رو مطرح کنیم. خب من خودم زیاد واقف نبودم به این جریان و چند شب پیش برای من تو شبکه اجتماعی یک تیکه فرستادن که یه بازی ترسناکی بود و یه آقا پسر اون گوشه تصویر نشسته بود، بازی رو داشت نشون میداد و عرضم به حضور شما که جالب بود که من داشتم اینو می‌دیدم و در این حال توضیحاتشون هم میشنیدم و اون بازی هم ترسناک بود و الفاظی که به کار می‌برد تیکای مینداخت خیلی جالب. خب عرضم به حضورتون که اجازه بدید من یه بار دیگه سوال خدمت شنونده ها بگم، اونم اینه که یه تجربه تلخ و شیرین که یادتونه همیشه و ازش درس گرفتین چیه؟ چه درسی گرفتین؟ با ما هم بگین. 225952 تلفن و پیامک 3881 در اختیارتونه. اگه خواستین حتی میتونید با مهمان برنامه ارتباط بگیرید. در دیماه سال 97 یک خانومی در مورد انجام یک کار تجاری با من صحبت‌هایی کرد و من ابتدا پذیرفتم که با ایشون همکاری بکنم. مبلغی رو هم برای شروع به کار اختصاص دادم، اما در
اسفند ماه متوجه شدم که این کار اصلا در توان من نیست و با شرایط فکری و روانی من هیچ گونه سازگاری نداره. مسئله رو با این خانم مطرح کردم، ایشون ابتدا خیلی راحت پذیرفت که اون پول منو برگردونه، اما 2 هفته پیش که به صورت پیامکی با هم صحبت کردیم، چون انگار حرفشو کاملا عوض کرده بود، فعلا من به پولی که باید برسم نرسیدم. این برای من یک تجربه تلخ کاری محسوب میشه. اصلا میگم که تجربه تلخ و شیرین، تجربه تلخ برای من تو زندگی هر موقع هر جا ناامید شدم و یه حس تنهایی داشتم، برای من به عنوان تجربه تلخ زندگی بوده و هر جایی که در واقع توکل به خدا کردم و امیدوار بودم و عشق وارد زندگی کردم، از وقتی عشق وارد زندگی من شده تجربه خوبی داشتم، تجربه شیرینی از زندگی داشتم و قبلش شاید نداشتم، به این صورت نبوده و ناامید بودم، ولی عشق همراه خودش امیدواری رو در زندگی من آورده. تو این گپ و گفت بامدادی نوبت توئه که نظرهاتو بگی. اینجا شب نیست. خب با علی آذرگون عزیز نیم ساعت از برنامه رفته، داریم صحبت میکنیم، گپ و گفت میزنیم. جوان بسیار برومند و خوشفکر و خوش آتیه روبروی بنده نشسته، خلاصه ما رو هم به وجد آورده با کار و اندیشه و فکر و آگاهی که توی رشته گیم، در واقع بازی‌های کامپیوتری به کار برده که اصطلاحاً بهش میگن استریمر. شما واقعا یه استریمر هست. بله. خب استریمر مورد علاقتون سطح جهان کیه؟ ببینید داریم آدمای قوی که اینا 100% انجام بدن دیگه. الان نامبر 1، یعنی معروف ترین استریمری که توی، یعنی نامبر 1 دیگه، یعنی شماره 1 استریمر دنیاست، شخصی به اسم مستعار نینجا. اسم مستعارش توی دنیای مجازی نینجا. براد پیت الان چی؟ نینجا. آره اسم مستعار یه جوونیه دقیقاً تو مایه‌های مثلا حالا خود من، یه کم سن و سال، مثلا 26-7 سالشه. شاید هم کمتر. درسته. ولی این در سطح جهان مطرحه. در سطح جهان مطرحه. بله. کسای دیگه هم هستن ولی خب مثلا نامبر 1 اینه. خب نه اینو خواستم بپرسم که ایشون یعنی در واقع همه بازی‌ها تا آخرش میره بلده دیگه. ببینین یه صحبتی یه چیز خیلی جالب هست. ببینین استریم 2 قسمت داره، یعنی 2 حالت شما میتونین استریم بکنین. بله. در واقع 3 حالته. حالت سوم رو من آخر سر میگم. یه حالت هست شما یه بازی میرین، یعنی تصمیم میگیرین استریمی که انجام میدین استریم فان باشه. ببینین اول استریم مثل یه شو تلویزیونیه، فرقش با برنامه مثلا تلویزیونی اینه که روی آنتن نیستین، روی اینترنتین. درسته؟ داستان استریم اینجوریه و برای همین شما باید کاملا مسلط باشین به برنامه‌تون. دقیقاً یه برنامه است. این که حالا تصمیم بگیرین اون برنامه مثلا فان باشه، بخواین کمدی برین جلو، یا اینکه عرض به حضورتون که بخواین مثلا عرض به حضورتون جدی استریم بکنین، دست شماست. اینم بسته به بازی داره که انجام میدین. مثلا حالا شخصی به اسم نینجا اون خودش بازی حرفه‌ای انجام میده به اسم فورتنایت، خیلی هم حرفه‌ای، فول تایم، یعنی فول تایم که نمیشه گفت، 95% موارد همون فقط داره بازی میکنه. درسته. حدوداً 50,000 تا 45,000 تا ثابت بازدید کننده داره وقتی پخش زنده شروع میشه. آره. ولی خب کسای دیگه ای هم هستن، مثلا مثل خود من. ماها استریممون فانه، یعنی بازی های متفاوتی رو میریم، یعنی هر کدوم رو محک میزنیم، نقدش میکنیم، بررسیش میکنیم، همزمان حالا تیکه های فانی هم میندازیم، تیکه های خنده‌دار، و یه جورایی هم کسی که داره نگاه میکنه سری اطلاعات میگیره، هم سرگرم میشن. یعنی شما فرض بگیرین که حالا مثلا توی به فرض میگم فضاهای مجازی، حالا مثل سوشال مدیا، حالا من نمیخوام اسم بیارم، توی فضای مجازی چیزایی که حالا باب هست،
مثلا میگم طرف بره حالا بگرده بیکاره نمیدونه چی کار بکنه دقیقاً تو این پیج میره تو اون پیج میره، یا مثلا از گیم خوشش میاد میره یه استریمی رو نگاه میکنه سرگرمم میشه، مستقیم هم میتونه با اون استریمر ارتباط برقرار کنه. این فورتنایت که میگین چه جور بازیه؟ مثلا توش بکش ترسناک جنگ؟ من که خیلی بدم میاد ازش. آره الان مطمئنم خیلی ها میگن، پرسیده بودن که این بازی بچه‌ها آنلاین سوال میپرسن که این بازی رو شما دوست دارین یا نه، که الان دارن میگن دوست ندارم. واقعا اصلا باش حال نمیکنم. خب چه جور بازیایی رو مثلا شما انجام میدی که توضیحش هم میدی، حالتی کارم میندازی بچه‌ها هم دوست دارن آنلاین میبینن؟ عرض به حضورتون که اول که تو رأسشون میشه گفت خیلی بازی ترسناک و بچه‌ها دوست دارن. به دلیل اینکه چیزی که من پریشان دیدم اینم به خاطر ریاکشن استریمره، چون دوست دارن که استریمر بترسه و اونا لذت ببرن و اینکه آره این خیلی مهمه. یعنی شما نمیتونی مثلا مجسمه بشینی مثلا بگی که نه من نمیترسم، این حرفا نیست. دو اینکه عرض به حضورتون که بازی روزی که میاد، حالا مثلا بچه‌ها خوششون میاد یه سری بازی خاص هستن، چون بعضی از بازی‌ها واقعا بدقلقن. یعنی جوریه که من خیلی از بازی‌ها رو خودم دوست دارم نمیرم، نمیتونم که برم چون بچه‌ها دوست ندارن. یعنی من خیلیشون رو کلاً زدم با سلیقه علاقه. آره خب خیلی یه سری هستن علاقه خودشون مهمه، بقیه رو یعنی یه جورایی حالا من نمیتونم کلمه خاصی نمیشه روش بذاری، اینجوری کار میکنن میگن هر کی دوستش بیاد ببینه. یه سری هم هستن از جمله خودم میگم که انتخاب با بیننده است. اونا چی حال بکنن، من دوست ندارم یه چیزی بازی بکنم من حال کنم بقیه خوششون نیاد چیه. خب از معمولا اینجوری که گوش میاد یه چیز تو مایه‌های دوربین مخفیه، همه دارن نگاه میکنن که یک کسی که داره گیم بازی میکنه توی جاهای ترسناک اون بازی ترسناک و سکته رو میزنه، اونام خوششون میاد میخندن. آره عجب حضرت خوبه، حداقل شما پول در بیاری از این راه. آره ما رو بس ارزم موضوعتون که میپرسن عزیزان که آیا این کار از نظر درآمدی خوبه، درآمدتون چقدر، البته خاصی توضیح بده و اینکه خب اصلا راه درآمدش چجوریه. خب عرض به حضورتون که الان 100% توی ذهن همه کسایی که نمیدونن اصلا استریم چی هست، یعنی اطلاع باهاش نداشتن، 100% توی ذهنشون الان سوال پیش میاد که مثلا بخوایم داخلی ما بریم استریم انجام بدیم مثلا بعد کجا بریم چیکار بکنیم. من خودم به شخصه خودم توی بزرگترین سایت اشتراک گذاری ویدیو فعالیت میکنم. بله. و اینکه اسم مستعارم هم حالا یعنی این اسمیه که من حدوداً توی دنیای مجازی حدوداً یه 10 سال 9 سالی از همین اسم ثابته به اسم زد کبیر فعالیت میکنم. و اینکه حالا بعد به اونجا مراجعه بکنن، یه سری توضیحات داره، البته تو اینترنت هم فراوون توضیحات، ولی پلتفرمی که باید روش اجرا بکنن یعنی در واقع باید اون برنامهشون به اون سایت وصل بشه، اون پلتفرم یه پلتفرم ایرانیه. چون یه مسئله اینجا هست، اگر بخوان روی پلتفرم‌های خارجی این کارو انجام بدن یه خورده اینترنت باید قوی باشه، خیلی مسائل بعدی پیش میاد. با زد کبیر داریم صحبت میکنیم، مثلا خودش هم البته زیاد کبیر نیست ولی خب در این حال عرضه جسته‌ای ولی نظر فکری البته چرا در این حال خب نینجا و زد کبیر. منم میخوام یه اسم مستعار بزنم تو وقتی گذاشتم سر پر سر صدای رادیو جوان. عالی. اصلا که دوستم جیجی کنم داد بیداد کنم هوار بکشم اینا همه این اسم رو گذاشتم. خب ارزم موضوعتون که اول صحبتی کردی گفتی که یه دوستی چیکار میکنیم مثلا بازی میکنیم میریم مثلا صحبت میکنیم منم انجام میدم که گفتی موفق نبود و نتونست و چقدر سخته بابا ولش کن. داستان اینه که برای کسایی که خب دوست دارن و الان دارن صحبتای تو رو میشنون و علاقمند به گیم هم هستن، بازی هم دیگه خوره بازی ان دیگه. حالا مثلا ما زمان ما که آتاری بود یه جوری، الان حالا اینجوری تبدیل شده به اینجور بازی ها که مثلا زیادم نمیپسندمش، ولی به هر حال جوونا دوست دارن دیگه، نمیشه در واقع اجتناب ناپذیره. داستان اینه که اگه یه سری خواستن حالا این روش رو پیشه بگیرن چیکار باید بکنن؟ در عین حال دست تو کار تو زیاده یا اینکه نه افراد کمی هستن که معروفن تو این حرفه؟
ببینید توی ایران افراد کمی هستن که یه چیز نوپای جدیده، یه چیز دقیقاً نوپای. بعد یه چیز بخشیمونی کلمت بستگی به قریحه طنز و روحیه کلامی شما هم داره دیگه. 100% میگم دقیقاً یک شوه. شما مثلا بالفرض میگم یه برنامه‌ای که یه شبکه تلویزیونی نشون میده، مردم عاشق کدوم برنامه میشن؟ اون برنامه‌ای که یا بیشتر میخندونتشون یا خیلی حرفه‌ای یه چیزی رو بررسی میکنه. خب الان مثلا فرض کن از مجریای طنز تلویزیون که خیلی شهیر هستن، خب میتونن برای این کار انجام بدن که طنازم مثلا نمیشه. آره چرا؟ فقط یه خورده بازی هم بلد باشن دیگه تموم. خب شغل آتی من مشخص شد چیه. گویندگی رادیو رو ول میکنم و با عزتون میرم استریمر میشم با نام مستعار پسر پر سر صدا پی اس. فوق‌العاده عزیز دلی، خیلی ممنون از اینکه وقت گرانبهاتو در اختیار برنامه ما قرار دادی. میدونم که یک راه طولانی رو از بوشهر هموار کردی تا به رادیو جوان بیای و ما باهات مصاحبه داشته باشیم. بازم ممنونم ازت. امیدوارم که به هر حال دود تهران آلوده نشی و اذیتت نکنه. به همه همشهری خود بوشهر سلام برسون. امیدوارم که توی رشته‌ای که کار می‌کنی موفق باشی. سلام میرسونم به کل ایران. سلامت باشی. مخصوصا جنوبی عزیز که واقعا هوا گرم و افتضاحی رو دارن تجربه میکنن. از ته دل میگم. یعنی از حداقل دود و دم نداره دیگه، درسته؟ دود و دم نداره ولی سونا که داره. راست میگی. سونا که داره. عرض به حضور آره واقعا گرم، راست میگی. خب دیگه نداره دیگه، همینجا واسه کارت انجام خیلی خوبه به قرآن. آره چادر میزنم تو خیابون. عرض به حضورتون که سلام میرسونم. امیدوارم که هر جا هستن سالم و تندرست باشن و توی زندگیشون موفق. مرسی. خیلی ممنونم عزیز دلی. شبت خوش.